کنترلر بعدی که وجود داره ترانسفورم کنترلر، اون که آبجکت ها رو میتونستیم بگیریم و بکشیم. من برای اینکه این سری وقت تلف نشه کداش از قبل نوشتم. یه چیزی که خب حالا چطوری انجامش میدیم. اول اینکه میایم ترانسفورم کنترلز رو به این طریق ایمپورتش میکنید. فقط دقت کنید اگر که از روش دیگه دارید دقت میکنید آدرس دیاتون فرق داره، این به این آدرس دیات دقت کنید. خب اینم تو ذهنتون داشته باشین که ما میایم اون پنجره HTML که اون دیومونه که این با این مشخصش کردیم، با این ببینیم اصلا مشخصه ببینیمش. خب با این آیدی مشخصش کردیم و داشته باشیم. بریم یه دونه ترانسفورم کنترل بسازیم. میایم یه دونه ترانسفورم کنترل میسازیم، کامرا رو بهش میدیم و آدرس دیومون هم بهش میدیم، یا حالا کانواس یا حالا هر چیزی که، البته نمیتونه هر چیزی، یا دیوا بدیم یا کانواس. اینجا میذاریم. خب حالا همینطور تو کنترل هم همینطور اتفاق افتاد، چون ما از این روش استفاده کردیم. دقت کنید توی خود مستندات تری جی اس به شکل دیگه ای بود. خب میام اینجا این دیو بهش میدیم، کامرا رو هم بهش میدیم، یعنی دو تا ورودی همیشه میگیره. من اینو پاک میکنم که ورودیاشو با هم نگاه کنیم. نشون نداد چرا، یه ایرادی به هم زده. خب میگه کامرا رو به من بده و دام المنت، که ما الان به جای دام المنت اون بخش میدیم بهش. اوکی. حالا بهش میگیم که ترانسفورم کنترل اد ایونت لیسنر براش میذاریم که قطعا تو جاوا اسکریپت میدونین چیه. میگیم اگه درگینگ چنج شد، این مخصوص خود ترانسفورم کنترله، اگه درگینگ چنج شد بیا کنترلز انیبل منو مخالف اون چیزی هست که الان هست انجامش بکنش، که وقتی که من میخوام یه آبجکتی رو بکشم دیگه اوربیت من نچرخه، شروع کنه. ببین این کنترل مال اوربیت بود دیگه، کنترل از اوربیت کنترل اومده بود، میگه اوربیت من شروع نکنه به چرخیدن. خب این اد ایونت لیسنر هم میذاریم. حالا من پاکش هم میکنم که ببینید چه اتفاق میفته. بعد میایم چیکار میکنیم؟ میگیم ترانسفورم کنترلی که درست کردیم اتچ میکنیم بهش. من الان اومدم اسفیری که از قبل تو صحنه داشتیم و درست بهش دادم، اتچش کردم. و بعد سکانس سین دات اد ترانسفورم کنترل رو بهش میدیم. حالا ما میتونیم تعداد زیادی ترانسفورم کنترل درست کنیم و بهش بدیم. بریم ببینیم چطور. خب من از قبل درستش کردم، سیوم کردم. خب ببینیم به همین راحتی میتونیم اینو تغییرش بدیم. الان وقتی من اینو میکشم دیگه صحنه کش نمیاد، ولی حالا اگه من بیام اینو پاکش کنم مواقع زیادی ایراد برمیزنه. ببینید کش میاد به یه صورت خیلی بدی، هم داره تکون میخوره و اصلا ریخته به هم صحنه رو، یعنی به راحتی دیگه نمیشه اصلا تکونش داد. الان مثلا دارم اینو میکشم به این سمت، اوربیت هم داره میچرخه، اصلا به هم میریزه. برای همینه که حتما باید اینو بنویسین که بتونین راحت بچرخه. الان نگاه کن من دوباره اینو اد کردم و خب میتونم راحت بچرخم، خیلی راحت میتونم بچرخم. خب اینم از این. یه مورد میخوام تست کنیم، خودم یادم رفته که انجام میده، یعنی با هم تستش میکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. مثلا من این کپسول رو میگیرم. اوکی. کپسول میخوام ببینم که باید یه دونه دیگه بنویسم، فکر میکنم این کار نشه یا اینکه لازم نیست. فقط آبجکت دوم رو میگیره، یعنی آخرین آبجکت رو اضافه میکنه. اینجوری نیستش که چند تا رو بهش اد کنه، همیشه یه دونه میشه. ولی یک راه دیگه ای که وجود داره اینه که ما یه بار دیگه یه ترانسفورم کنترل دویی بسازیم. یعنی چه شکلی؟
ترانسفورم کنترل 2، ترانسفورم کنترل 2، ترانسفورم کنترل 2 و این سری به جای سیرکل بهش میگیم سیرکل. اوکی. خب حالا هم میتونیم اینو تکون بدیم، هم میتونیم اینو تکون بدیم. خیلی هم عالی. الان میتونیم اینو دیگه تکونش بدیم. اینم از ترانسفورم کنترل. امیدوارم که تا اینجا راضی باشین.